بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مورخ 15 اپریل مصادف است با 26 حمل سال 1402. ما در ناحیه چهارم شهر کابل قرار داریم. ما به تعداد 20 فامیل را که قبلا توسط مؤسسه احساس سروی شده بودند به اینا به تعداد 7 قلم مواد غذایی توزیع میکنیم. این 20 فامیل توسط مؤسسه احساس قبلا من حیث فامیل های نیازمند سروی شده بود که عموما افراد معلول، بی‌وضاحت، ایتام و بیوزنان را شامل میشه. از برادرانی که در تهیه بودجه برنامه مؤسسه احساس را همکاری کردند قلبا از ایشان اظهار سپاس و امتنان میکنیم. برادرانی که استطاعت مالی داشته باشند و میخواستند هدایا و انفاقشان را به دست نیازمندان بسپارند، از طریق دونیشن که لینکش یا آدرسش در روی تصویر شما میبینید، از او طریق میشه هدایا و انفاقتان را به دست نیازمندان برسانید. احساس پل ارتباطی میان اغنیا و فقرا.